سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران اهل اسلام و خواهران عزیز و مهربان. الله متعال همه ما و شما را توفیق بده تا اینکه این صحبت های ما میکنیم به نفع جان شما باشد. انشاءالله فکر میکنم که این صحبت هایی که میکنیم به منفعت نیسته. اگر شما همین صحبت های ما را به برادران و خواهران اگر بفرستی روان کنه، مثلا از طریق چی کلاس باشد چی از طریق پردیلیتس باشد با دوستان برسانید، انشاءالله خداوند از ثواب شما را محروم نمیگرداند. امروز میخواهم بحث صحبت درباره از با خواهرها بسیار شکایت شد، برادران در غریب میآیند زن یکم یا دوم میگیرند. در همین باره صحبت کنم به خاطر که بسیار شکایت ها از خواهران نگاه کردم در این غریبی درباره زن دوم میشود. به همین خاطر اول سرنوشت مسلمان این قرآن است. قرآن عظیم شان به بندگان خود میفرماید استعیذ بالله فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. الله متعال در این قرآن عظیم شان میفرماید بندگان من شما نکاح کنید از زنها یک تا دو تا سه تا چهار تا. به چه خاطر الله متعال این آیت فرستاد؟ به خاطر شهوت انگیزی و به خاطر هواپرستی نفرستاد، بلکه نکاح به ضد فساد است، تا اینکه فساد زیناکاری در بین تو کم شود. الله متعال گفت یک زن نکاح کنه، دو زن نکاح کنه، سه زن، چهار زن. با در همه قرآن عظیم شان الله متعال میفرماید اگر که توان چهار زن که نداشته باشه چیکار کنه؟ یک زن بگیره. به همین خاطر برادران عزیز در این ملک غریب است، با دقت این صحبت مرا گوش کنه. ممکن که اون طوری که شما میخواد من صحبت کردن نتونم، نه که در دل تو اگر توفیق الله باشد قبول میکنه. پیغمبر خدا علیه السلام در این باره احادیث زیاد داره. پیغمبر خدا علیه السلام علل خصوص دستش برداشت دعا کرد. برادران وقتی که پیامبر دعا کرد به شک دعاش مستجاب میشه. بترسی از دعای پیامبر. پیامبر دعا کرد گفت خدای مهربان حق دو کس فردای قیامت من طلب دارم. اصحاب پرسیدن اونها کی هستند یا رسول الله؟ پیامبر گفت که الیتیم و المرأه، حق یتیم ها را و حق بیوزن ها را که کسی که پایمال میکنه من فردای قیامت طلب میکنم. برادرها وقتی که یک خواهر شما دعوت میکنه به ملک غریبی به جای کار اون را تامین میکنه، کوشش کنید دختر یا شما نکو، یک دختری که گودک داره بیچاره در یک پستی زندگی، شما به خاطر خدا الله او را فیرات کنه و او را به جای کار تامین کنه و او را اگر نکاح کنه بعدا او را طلاق نده، خداوند در این زندگی شما را برکت میده. نه که اگر رفته و فیرات کنه او را و مقصد به جای کار تامین کنه یا مهده محبت او را سر بده او را در کوچه مونه، از همون وعید پیامبر شما فردای قیامت پرسیده میشه. او زن وقتی که در دشمون برادر تو فراموش نکه که او در حق تو دعا میکنه، او مظلوم میشه، در اینجا پراکنده میشه و تا حق او را پایمال مینی، پلهای او را فن میکنی میگیری، اون در حق تو دعای بعد میکنه. و دیر نگذشته برادر تو فراموش نکه که از خواهرت میبینی یا از اپای خود میبینی، از اینها اگر ندیدی از اون دختری که حالی خورد است اون کلان میشه، یک جوانی مثل تو به ناموس پیدا میشه و خیانت در دختری تو میکنه. به همین خاطر به خاطر چشیدن نگیره. نگاه که پیامبر خدا علیه السلام میگه خدا لعنت کند مردی را که زن برای چشیدن میگیره و خدا لعنت کند زنی را که مرد برای چشیدن میگیره. مثلا یه موقع زندگی کنی و بعدا او را طلاق بدی، مثل صیغه‌ای که اهل تشیع میکنن. به همین خاطر برادران اهل اسلام به خاطر الله اونها را نکاح کنه، نه به خاطری که یا مهدمها، به خاطر که در ملک غریبی میاره او خواهر رسخاد میکنه، او کپل رسخاد میکنه و شما اون را دیگه تنها میگذاره میره، او چی فتنه ها و چی بلاها به سرش میاد. بعد اونه که وقتی او اگر در اینجا بیراه شود پراکنده شود کسی نیاد دست او را بگیره، هر گناهی کنه در گناه او شریک هستی برادر، تو فراموش نکن. به خاطر که او را تو فیراد کرده، او را تو به این روز آورده، فراموش نکن که در گناه او شریک هستی. به همین خاطر برادران اهل اسلام همام خواهری من تا همام اپای من تا که تو خارش میکنی. به خاطر که امروز در ویدیوها بسیار دیدم، در کامنتارها بسیار دیدم که خواهرها چیکار میکنن، دعوا میکنن و فریاد میزنن که برادران به داد ما برسه، ما را کمک کنه که به تاجیکستان بریم. بعداً میفهمی چی گپ شده است، یک مرد او را فریاد کرده است، نکاح از یک محبت دو محبت او را سر داده است، در دشت مونده است. به همین خاطر برادران اهل اسلام، مسلمان ارزنده نیست که این کار کنه، خیانت به خواهر خودش کنه، خیانت به اپایت کنه.
از همون یک انسان یا همون حالت در دختری تبیره یا در خواهر اپای تبیره چی گونه میشه؟ غضبناک میشه. به همین خاطر به خاطر الله، به خاطر کمک نه ان الله خدا شما را برکت میده. 7 طایفه که فردای قیامت در نزد سایه پروردگارن، یکی از اونها مردی هست که به خاطر خدا یک زن نکاح میکنه، او را یاردم میکنه، کمک میکنه. یا اینکه بعضیش پلای همون زن جمع میکنن، به زن خودش روان میکنن، این زن بیچاره در اینجا تنها میمونه. یا اینکه میارن دو زن در اینجا و قی او زن معامله خوب میکنه، این را تنها میگذاره. فردای قیامت پیامبر گفت میخیزی در حالی که یک برت شله، یک برت کار نمیکنه. میفهمن مردم انت مرد هستی که در دنیا در بین زنات عدل نکردی. به همین خاطر هر کسی که دو زن میگیره باید در بینش عدل کرده بتونه، نفقش نرسونده بتونه. به همین خاطر از برای الله کمک کنه، خداوند برکت در زندگی و در فرزندان شما میده. نه که به خاطر نفس شهوت کرده یا دم بعد او را سر داده، دیر نگذشته خواری و ذلیلی به سر شما میاد. پیامبر علیه السلام میگه کما تدین و تدان، هر معامله که کردی او را منتظر شه. از فرزندات میبینی، به همین خاطر خیانت به خواهر خود نکنی، به اپای خود نکنی، به خواهر اپای یک برادر هم نکنی. الله متعال همه ما و شما را هدایت کنه و از همه خواهش میکنم که برادران اهل اسلام و خواهران عزیز، هر کسی که صدای ما را میشنوه اینا به همه خواهرها و برادرها برسونه، تا اینکه یک بلا و یک آفتی که امروز در جامعه هست خداوند متعال از برای ما دورش بگردونه. آمین و رب العالمین. الله نگهبانتان باشه.